اینجا اثری گرانبها از امپراتوری هخامنشی پیش روی ماست. مربوط به دوران داریوش بزرگ، پادشاهی که 500 سال قبل از میلاد به مدت 36 سال بر بزرگترین امپراتوری جهان حکومت می‌کرد. این پانل لعابدار از کاخ باشکوه او در شوش به دست آمده، شهری که قلب تپنده امپراتوری بود. بر روی این آجرها تصویر جاویدانان گارد ویژه پادشاه حک شده است. سربازانی که با نظم و وفاداریشان حافظ شکوه و امنیت ایران زمین بودند. این اثر نمایانگر قدرت، ثروت و هنر بی‌نظیر ایران باستان است. به یاد داشته باشید اینها میراث نیاکان ماست، میراثی که از شکوه و عظمت ایرانیان در سراسر تاریخ سخن میگوید.